رو ببریم. خانم اشراقی عزیز خیلی خوش اومدی بانو. خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز. زنده باشید. و این میلاد رو تبریک میگم. عزیزید خیلی ممنونم ازتون. چی می‌خوایم یاد بگیریم؟ امروز قرار شده که من یه شکلات فرانسوی ترافل آموزش بدم که اینو با گاناش‌های مختلف، مغزهای مختلف، بیسکویت و کیک‌های مختلف میشه درست کرد. خیلی هم که عالی. میشه انواع و اقسام مدل‌های با هم. عالیه. و یه نوع دیگه هم هستش که حالت باقلوا هستش که باز به ذائقه ما ایرانی‌ها بیشتر میخوره که تشکیل شده مثل درست باقلوا هستش ولی حالت ترافل در درست میشه. خب شروع کنیم. از کدوم شروع می‌کنیم؟ من از تیرامیسو شروع میکنم. تیرامیسو. بله. ابتدا ما پنیر خامه‌ای داشتیم. مقادیر احتیاج هست من بگم یه بار؟ حالا همینجوری که اضافه بله. می‌کنید اشاره هم کنید به پنیر خامه‌ایمون ما 250 گرم بود و پودر قندمون 50 گرم و ما اینجا از وانیل مایع استفاده چند قطره وانیل مایع استفاده چرا می‌کنیم. وانیل مایع؟ به خاطر طعم خیلی خوبی میده به این شکلات ما. ما ابتدا تمام این مواد رو احتیاج به همزنی چیزی هم نداره. کامل مخلوط. بله خیلی کار راحتیه. مخلوط میکنیم. وقتی که پنیرمون و وانیل و پودر قند با هم مخلوط شدن ما قهوه فوری داشتیم که اینم اضافه میکنیم. قهوه‌مون چقدره؟ از یک قاشق غذاخوری. به نظر با قهوه‌ای که توش ریختیم طعم خوبی داشته. فوق‌العاده طعم خوبی داره. بله. اینو کاملا با هم مخلوط میکنیم. وقتی که مخلوط شد بیسکویتمون رو اضافه میکنیم. از میتونن بیسکویت ها رو از بیسکویت های معمولی وانیلی هم استفاده کنن ساده، ولی من از بیسکویت هایی که مخصوص خود تیرامیسو هستش استفاده کنم. بیسکویت های انگشتی هستش به نام لیدی فینگر. اون اگر باشه فوق العاده طعم خیلی خوبی میده به این شکلات ما. ما باید بیسکویت رو آسیاب هم کردید؟ بله بیسکویت رو ما باید پودر کنیم و کم کم به مواد اضافه کنیم که 140 گرم هستش. چرا کم کم اضافه میکنیم؟ به خاطری که ما باید ببینیم که ممکنه که سریع خودش رو بگیره و احتیاج نداشته باشه بیسکویت بیشتری اضافه بشه، چون نمیخوایم سفت بشه. همون اندازه که بتونیم ما فقط بتونیم بگیریم تو دستمون و گوله کنیم. این چقدر چاشنی خوبیه مثلا با چای بخواید؟ فوق‌العاده چیز خوبیه که کنار چای، قهوه. چه میز قشنگ و همچین خوشمزه‌ای هم برامون. خواهش میکنم لطف دارید. اندازه الان ببینین این اندازه خیلی خوبه. ما وقتی که مواد آماده کردیم باید کاملا صاف کنیم. خب وقتی که صاف شد روشو با سلفون کامل بپوشونیم که به هیچ عنوان هیچ هوایی به این مواد ما نخوره. به خاطر که اون وقت کریستاله میشه و مواد از بین میره. خب چقدر باید؟ 6 ساعت و روشو مجددا با یا درش میذاریم میبندیم یا اینکه دوباره سلفون میکشیم و داخل یخچال. حتما باید 6-7 ساعت استراحت رو داشته باشه. پس 6-7 ساعت کاملا روشو میپوشونیم و بله. یخچال میذاریم. ولی خب من الان از همین این استفاده میکنم که درست میکنم که عزیزان تزهیه‌اش هم بدونن. این وقتی که ما مواد آماده کردیم استراحتش رو تو یخچال انجام داد در میاریم و برای اینکه بخوام به تزیینش کنیم معمولا ترامیسو بین استانداردش بین 18 تا 20 گرم هستش، ولی من خودم معمولا از 10 گرم تا 15 گرم استفاده میکنم. به همون معیار برید که شبیه چیه؟ مثلا به مثل فندق. اندازه فندق. یه کوچولو بزرگتر هم باشه مشکلی نداره. بله. ولی معمولا ترامیسویی که استانداردش 20 گرم تا 18 گرم هستش که اندازه یه گردوه که به این اندازه میشه. ما اینو میگیریم گرد میکنیم. از اگر دیدن موادشون به دستشون میچسبه حتما دستشون رو با کره حیوانی یه کوچولو چرب کنن
و بعد اینو انجام بدن. حالا یه چیزی اگه بچسبه به دستمون نباید دوباره بیسکویت اصلا اضافه کنیم؟ اصلا آها. این زمانی که استراحت خودش رو ببینه به هیچ عنوان چسبندگی نداره و کامل میتونیم ما کارمون رو انجام بدیم. و اینو که ما داخل پودر کاکائو زدیم دیگه الان کار ما آماده است و میتونیم داخل ظرف دربسته تو یخچال حدود 2 هفته ما نگهداریش کنیم. پس 2 هفته هم توی یخچال بله میتونه 2 هفته تو باشه. یخچال میشه نگهداری بعد کرد. توی ظرف دربسته که هوا حتما نخوره باید دیگه. دربسته باشه که بوی یخچالم نگیره به خودش. آها. و این سالم بمونه. خیلی هم عالی. بله. خب الان ما تیرامیسومون تموم شد. بله اون تموم شد. باقلوامون هم الان میتونیم یاد بگیریم. بله اگر اجازه بدیم من باقلوا رو هم خدمتتون بگم. باقلوا ما گردو داریم 100 گرم، خرما 100 گرم و 50 گرم پودر پسته، 100 گرم پودر بادام درختی هستش و هولوش 2 تا 3 قاشق هم گلاب باید اضافه کنیم. البته از اگر خواستن اینا رو تماما ما داخل میکسر میریزیم، میکس میکنیم، بعد اینا رو میایم. این استراحتی اصلا احتیاج نداره این کار. میتونیم همون لحظه کار رو آماده کنیم و درستش کنیم. اینو که میکس کردیم اگر خواستن مقدار شیرین تر باشه میتونن 1 قاشق هم بهش عسل اضافه کنن. اگر نه همین طعم خرما رو دوست داشتن میتونن بدون عسل امتحانش کنن. من اینم همون اندازه هر چقدر که دوست داشتن، یعنی بین 18 تا 20 گرم تا 10 گرم هر اندازه که دوست داشتن میتونن درست کنن و اینو به این حالت در بیارن داخل پودر پسته. پس ما همه مواد اولیه این باقلوامون رو ترکیب کردیم. بله بدون هیچ استراحتی داریم توی پودرهایی که دوست داریم. بله می‌تونیم این ترافل اصلا احتیاج به استراحت نداره و این کاملا رژیمی هستش چون تماما از مواد طبیعی استفاده شده. خیلی هم عالی. بله اصلا مواد مصنوعی نداره. اگر خواستن تزیین مثلا مدل دیگه ای داشته باشن باز میتونن از پودر نارگیل استفاده کنن عزیزان. ترافل چیه این؟ این ترافل باقلوا. و بعد میتونن این ترافلا رو تو کپسولایی که مال شکلات هستش مخصوص بذارن و از عزیزانشون پذیرایی کنن تو این اعیاد خوب. ما الان روی میز هم ترافل باقلوامون رو داریم میبینیم بله. که آغشته به نارگیله، هم داریم ترامیسومون رو میبینیم. اینا هم که دیگه شیرینی های خشک. بله اینا شیرینی های دیامونده که اون که با پسته و کرنبری هستش و اون شکلاتی ها بله این که جلو هستش. این یکی ها که از شکلات هستش و از کارامل، شکلات و فندق و کارامل و اون یکی هم که اصلا شکلاته کلا. خیلی هم عالی. و اصلا من ببخشید یه چیزی رو بگم فراموش کردم. بله. ازم بدونن حتما برای درست کردن ترافل و یا شکلات باید از دستکش 1 بار مصرف لاتکس استفاده کنن. به هیچ عنوان نباید حرارت دست به اینا بخوره. چرا؟ به خاطری که خراب میکنه یا وا میرن. بله اصلا کلا نباید حرارت دست ما منتقل بشه به این شکلات. چه نکته‌ای بود گفتید. بله. ممنون. خانم اشراقی دست درد نکنه. خواهش می‌کنم. امروز کلا آشپزخونه‌مون رو شیرین کردیم. ان شاءالله که با این آموزشات مفید واقع شده باشه. قطعاً، ازم درست ایشالله. کنن و کنار عزیزانشون ایشالله. استفاده کنن. بله حتما، به خصوص که الان به ایام نوروز که نزدیک میشیم در ماه مبارک رمضان خیلی ها ممکنه که برای افطار مهمان داشته باشن و چی بهتر از این که یه همچین شیرینی خوشمزه‌ای رو سر سفره افطارتون داشته باشید. ممنونم ازت خانم اشراقی. ما بازم میایم.